هلو 2 دقیقه توبیت می‌بینی از خود بی خود میشی. استرالیا. سلام. بگو. همین برو. من همه جوره اوکی ام. کلا آدم اوکی. و میگیم که چالش از این قراره این داری راست میگی. همه شما و میگیم از این قراره که ما موزیک میذاریم میخوایم ویدیو بگیریم، هر کس با این پلی شد و شروع کردن به رقصیدن خانوم ها چشمندامون رو باز میکنیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یه چالش بریم، البته یواش حرف میزنم به خاطر اینکه فقط ایشون میدونه، البته ایشون هم به خاطر اینکه سوتی داره از دهنم در رفت. این چالش رو احتمالاً توی اینستا الان خیلی ترند شده، خیلی دیدین که چشمن میذارن افرادی که توی اون چالش دارن شرکت میکنن، بعد یه موزیک رو پلی میکنن، بعد برنامه از این قراره که مثلا برقصن و بعد یه سری از افراد چشمنداشون رو باز میکنن. حالا ما گفتیم که چجوری بریم اینم میدونه میذاریم میاد دمش همین دیگه گفتیم چالششو گفتیم دیگه بریم بعدی. خدافظی کن تو. خدافظ. فردا شب به شما این عشق رو بوش بید. خدافظ. همون دیگه بریم، ما بریم دیگه. احساس میکنم سوتی میده از بابت خودم مطمئن باشم. اشکال یک کم بخندیم خوب. مرسی دیگه واقعا سری پاشو. ماشاءالله. ما یه کار دیگه میکنیم بچه‌ها. دخترها خط جلو، ما خط پشتی شما. نه قاطی وایسین. Hi guys. وایسا. Hi guys. الیش. میلاد من خطر. من داشت الان الیش میگم. میلاد من خطر. میلاد. شما سه تا جلو، ما سه تا پشت، امران محمد دو گوشه. کی گفت؟ شما سه تا مهدی تو وسط اینا. خب محمد تو گوشه، سبا تو وسط پشت مهدی. این فیلم ها می‌ذاری؟ بچه‌ها بیاین سریعتر بگیریم تا 11 شد. باش میشه اول شما چشماتو برای دخترش میبرن اون با احتیالی بشه. زنی خوبه این زیبوش تنوشه. بازی بود منم بعدیه برش کن. حالا الان بیبی خب سب کن از محمد کی رفت دستشوی برام خاموش نکن. چی شده؟ یه بار دیگه میلاد پشت من نمیافته. برسیم بچه جلوی یکم داداش اینجوری برسیم. نه شک میزنم. من شک میزنم. That's the wrong number. از نهایت درقک بودن تو استفاده کن. به اسکلت میگن که یه خالی ببند. چی میگه؟ اونم جواب میده توپولو هم توپولو. بریم. آهنگ چی؟ 1 2 3 سلام. حرکت. سب کن. 1 2 3 حرکت. سلام بچه‌ها. چطور حالش؟ آقا امروز اومدیم با یه چالش جدید و اومدیم با یه چالش جدید. چالش اینجوریه که قراره این شالا رو پخش کنم بین بچه‌ها، بعد هر کس چشاشو میبنده. چشا که بسته شد موزیک پلی میشه، بعد هر کس تو خلوت خودش همینجوری که چشاش بسته میرقصه. بعد میخوایم ویدیومون رو نگاه کنیم ببینیم چی جوری میشه. بریم. با یه دست همراهی کنیم. آقا یه دقیقه واسه همه بگید همه چی
تاه؟ ببین این برتر این چند تاه؟ میفتی کی؟ تو برتر این چند تاه؟ نمیدونم. این چند تاه؟ دو میلاد نکن دیگه قراره برقصی آهنگ پخش شد میخوای چیکار ببینی بچه که اینجوری میرسه اینا ما سختم بچه که اینجوری خب نه میرسه دیگه اصلا چالشش به همینه گوشیم زنگ خوره کی اینجوری میرسه؟ گوشیم زنگ خوره گوشی کجاست؟ آی من سرم بلینگه میکنم خیلی مکبستم. خوب به مقصد میدونی آی من سرم بلینگه میکنم. آی این مگه مغز داره خوب بشه علیه جوی بچه هم مشخص به خدا نمیبینم. داماد بزرگ میبینی بابا درست کن خدا سرم بلینگه میکنم. نمیشه من باید بچه کاش یه بار آهنگ میزنی گوش میدادیم نکن باعث خریدار این میبینه میلاد نکن دیگه واقعا این چیزا کوچیکه. بچه ها تا میتونی خز نه نمیبینم بعدش میدونی خنده میکنی هر کی خستن برنده تر پولم میدن؟ آره میره بیشتر میخوره آره قیلون یه دو تکی میدیم بهش ناموسم همین خسب قیلون تکی میدیم معلوم میشم. زبان چشوش اما داره تو کافی خودت باشی امران من خودم باشم؟ تو محمد کافی خودت من باشی خود خودم هوا رو دو کنم حالا ببین یواشتر میلاد سعیده میلاد بچه این تعریفیه بچه من چشم بستم تعادل ندارم بچه هر کی قشنگتر رقصید برنده است چرا من چشام بستم پول نمیخوره. شروع کن 2 1 یا بنویسیم قصه عاشقی رو از شنبه تا جمعه گرفتار سر و گوشش می جنبه یه اختارم به هم داد که اگه دورو بر من بپلکی میگم بپترکی بیاد سراغت که این طرفا نیای دوباره ای داد از این زن زلیلی علنگوها تو چند خرید که جیرینگ صدا میده وقتی عشق میای یه با دیگه بلند شو حرف نزن عمل کن اون قد تو بالا تعلم کن یالا برقص میخوام خاطر تو اخم ابروها میره با غیر تو ماشالله بهش بگی ماشالله صد قول حوالا بهش بگی ماشالله از آقا زفر دومات شده ماشالله سال دیگه پدر میشه ماشالله صاحب 6 فرزند میشه انشالله تقی و نقی و روح الله مهدی و فرهاد و مزید جان تیرید پر تشکر اون روز که تو رو دیدم و رفتی خوشگل بودی و جیگر و مشتی ای چش درشته برونزه برو که کار درسته دلم و بردی درسته که بپدی کتا درست شه وای زود بیار این درشته با یه روبان اسب خوشه طبق پشتش دوما در روز و بردش تو خواب و رویا با پلکام بیدار شدم دیدم خاطر خام بابا که همه میبینی که همه میبینی من سرم بلینگه میگم. کاش ما باز نمی کردیم باش برقصیدیم چشمان نه دیگه این کذوبیات